با عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت دوستای نازنین. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که به خدمت شما باشیم از برنامه باغ سبز. دوستای نازنین، در کنار یک حاجی مامایی که بروی گری شیشته هم از اینا پرسان میکنین که سعی کنین کاربار از اینا چی رقمه. ماما جان سلام علیکم. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ شکر، زنده باشین. سلامت باشین. ماما جان گری داریم؟ بله، همین گری از من. روز چند کار میکنیم؟ روز 50 روپیه، 60 روپیه تا 100 روپیه. خب روز 50 روپیه الی 100 روپیه شما کار میکنیم، گزارش زندگی میشه؟ بدبختی یک واد نون خشک، یک واد نون چای، یک واد چی تو میشه بگیم. خونه که میشینیم کرا میدیم یا خود شما؟ 2000 کرام. خب دیگه هم دستیاره داریم؟ یک بچه 15 سالی هم دارم و شاگردم و کرای خونه تلفال میکنم. چند برای از اون تفلک میدم؟ هفته 500. خب چی کسبیه؟ مثلا پارچه میفروشه با تا مارکت. یک شغلی هست که به درد اگه بخوره خوبه. همون پارچه میفروشه. بسیار خوب. اجا ماما جان، شما از همین تاجر صاحبا آدمای خیر چی توقعی داریم، چی خواهشی داریم؟ توقع می‌دارن که به غریبا و مسکینا کمک کنن. دیگه چی توقعی داریم؟ چند سال می شما ماما جان گری کش میکنیم؟ آنمی یا 10 سال میشه یا 9 سال میشه، 10 سال میشه. راست میگیم. دوستای نازنین، برادرایی که واقعا الله پاک برای شما بداده داریم، از میتونیم کمک کنیم به زیت شخصا آدم مسافر به زی افته و به زی هوا گرم تا به شما گری دارم میگم 50 روپیه 60 روپیه الی 100 روپیه ما کار میکنیم. سعی کنیم خرج زندگی سعی کنیم، شما دیگه کرای خونه سعی کنیم، پول برق، پول او، اینا هم زحمته. اجا جان، یک شخص، یک برادر از آلمان، البته نام اینا گفته نشه، انا برای 5 نفر می دوستا کمک کردم. انا مبلغ البته توفی ناچیزیه این برای حاجی ماما، به خاطری که عیدم یک 10 روز از عید گذاشته، اینا برای شما ایدی دادم ماما جان. خیر بینم، خدا روز آخرت ببینه بدم، خدا اینا صبر داشته باشه، خدا اینا موفق کنه. تشکر پیارم، زنده باشین، خداوند شما را از پریشونی نجات بده. دوستای نازنین، شماره واتساپ ما به خدمت شما هست، از برنامه باغ سبز در خدمت شما هستیم. هر برادری که تماس میگیرم ما به خدمت ایناییم. هر چی که کمک میکنیم خدا واسه به هر شخصی، به هر مسلمانی، یا پول نقد یا گوشتی یا نونی یا دیگه چیزی ما انشالله به دسترس از اینا قرار میدیم که خونه آخرت به شما ساخته شه. با ما یک پولگاه که زحمت میکشیم ثواب برسه. امرای ما باشیم، بینندای عزیز برنامه دنبال کنیم. تشکر از شما ماما جان. تشکر از شما. خیر قربان شما. بخیر برین کاکا جان. سلام علیکم. سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ سلامت باشی. خوبه؟ زنده باشم. اسم شریف شما ماما جان؟ محمد شاه. خب این دیگه کاش رنگ میدیم؟ بله، هم میدوزم هم رنگ میدیم. خب روز چند کار میکنیم؟ والا او تفاوت نه، روز 50 روپیه 80 روپیه، روز زیاد کار کنیم 100 روپیه، از اون بالا نمیشه. خب گزارش زندگی میشه؟ والا چیکار کنیم؟ چیزی خدای پاک نصیب قسمت که با ما زندگی میکنیم دیگه. راست میگه میشه. کاکا جان خونه کرا میدیم یا خود شما نه؟ کرا میدیم. چند کرا میدیم؟ یک اتاق گرفتیم و آب و برقش 2000 میرسه. خب دیگه هم دستیاره داریم؟ نه. خب پس همین خرج زندگی اینا چیکار میکنیم شما؟ خرج زندگی خدا گفتیم که چیزی که خدا قسمتیم کردن، اگه تر شد خود تر میشه، اگه نشد نمونه خوش خورده خواب میشیم. خب شما از برادرای خیر که شما فعلا بیننده هم چی تقاضا داریم، چی توقعی داریم؟ والا توقع می‌دارم خدا قدش کمک کنه با ما فقیر و بدبخت و بیچاره کمک کنه.
غیر از خدا دیگه خدا نیست دیگه. همین که 700 افغانی ماما جان. یک برادر برای 5 نفر کمک کردم. همین که خدا واسه برای شما. خیر ببینید. تشکر، خدا خیرش بده. تشکر از شما. خیر ببینید. خدای پاک شما را از این پریشانی نجات بده. الله آمین. خدا همه را از پریشانی نجات. الله آمین. زنده باشیم. بیننده‌های عزیز، دوستان نازنین، برنامه باغ سبز در خدمت شما هستیم از کانال هراتبورگ. یک شخص مسافر روز 50 روپیه، 70 روپیه، 80 روپیه میگم ما اینجا کار میکنیم. 2000 افغانی هم کرایه سرار میدم، دیگه دستیاری هم نداریم. چند نفر خرج خوریم ماما جان؟ 5 نفر. 5 نفر هم خرج خورم. شمایی که این شخصا رو مشاهده میکنیم، حداقل توان شما هست به این مسکینا کمک کنیم. خدای پاک برای شما کمک میکنه، خونه آخرت خورجور بکنیم. دوستان نازنین، باغ سبز ادامه داره، همراه ما باشین. خوشحالیم که تا به این لحظه همراه ما بودیم. از برنامه باغ سبز در خدمت شما از کانال هراتبورگ. سابسکرایب تو لایک و شیر حیات شما نره. دوستای نازنین، ناگفته نمونه به ایت شخصای مسکینایی که تاشون به موش سفید گری کش میکنم، اینا مثلا یک سودا معامله میکنم، یک پینجه سدی بگیرین، اگر میایه یا نمیایه شما کمک کنین که الله پاک برای شما کمک کنه. ماما جان سلام. سلام خدمت شما دوستا و برادرها. زنده باشی ماما جان. نام شریف شما؟ نام ما عبداللطیف. خب از کجا هستین؟ عقرین عبادان. خب شما اینجا به بازار گری داریم، ماست میفروشیم، سب میفروشیم، میخریم، تاشم در عملات در سرا جغدات میکنیم تا یک 4 روپیه بگیریم ما بیاییم که مصرف خونه ما باشه. روز چند بگیر شما میایید؟ ساعت، یک نیم ساعت، 2 ساعت همین بیشتر نمیشه. خب گزارش زندگی میشه؟ نه گزارش زندگی که به 500 هم والی نمیشه، به 200 به تنزل هم میشه. همه واقعیت داره. ماما جان چند نفر خرج خوریم؟ ما 8 نفر. خب دیگه هم دستیاره داریم؟ دستیاره دارم، به درد من نمیخوره. دستیاره دخترایی که اونا مال مردمه، چیزی ببردم که یکی دو تا دیگه خودتکا 6 7 سالی به درد من نمیخوره. راست میگیم. خب ماما جان شما بیننده برادرای خیر شما فعلا مشاهده میکنه، خواهش شما، توقع شما از اینا چیه؟ توقع ما همینه که با ما کمک کنم که ما از بین رفتیم به سال امسال که بخود تا 100% از بین رفتیم. چیزی هم کسی همین کمکایی که به شهر سرازیر شده کسی تا به حالی به ما کمکی نکرده. هیچ، نه از طریق آرد، نه از روغن، نه از برین، هیچ شیاطی به ما کسی نه کمکی کرده نه ما کمکی دریافت کرده. راست میگیم. ماما جان هم یک برادر یک مبلغ برای شما کمک کردم، همونا رو قبول میکنیم؟ قبول داریم، خدا قبول کنه، خداوند اونا سرخرو و سرفراز داشته باشه. خداوند شما را به پناه قسمت خود نگاه داره که خود ما همکاری کردیم، همین کمک کرد به ما شما برسونیم. خیر بینیم. تشکر. ماما جان اینا رو شماره بکنیم. خیر بینیم. خیر بینیم. بیا با کاکا جو تام بکش رنگ این پینجه هم هست تو. چنده؟ گوش کنه. 700. بله 700. همینا یک برادر برای 5 نفر کمک کردم. خدا بینه تشکر. خونه آباد. خداوند اونا تا زمان زنده سرخرو و سرفراز همراه شما برادرها داشته باشه که شما به ما خیلی خدمت کردید که یا به غریبا میاییم یا به شهر گزارش ها ما رو تایید میکنیم. خیر بینیم. تشکر. خیر بینیم. خیر بینیم. خیر بینیم. برادر خیر زنده باشیم. بیننده‌های عزیز، برنامه باغ سبز ادامه داره، همراه ما باشیم که چند جا دیگه هم میریم مسکینای غریبا رو پیدا کنیم. بخیر باشیم.
سلام بینندای عزیز، دوباره و خدمت شما. خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. از برنامه باغ سبز از کانال هراتبورگ در خدمت شما هستیم. دوستای نازنین، آمدیم اینجا یک اجمامایی میبینیم که اینجا چینگ پیاده رو شیشته هم فکر کنم کشتوزی دارم. از اینا پرسان میکنیم. ماما جان سلام. بله سلام علیکم. خوبه؟ ساعت شما خوبه؟ خوبه. چطور شما؟ زنده باشیم، سلامت باشیم. نام شریف شما؟ غلام سخیه. لالا جان اینجا شیشته ایم دوستی جور کوشه و اینجا کوش رنگ دادن و یا کوش دوختن نیه. اینجا گزارش شما میشه؟ خوبه روز 50-60 میشه دیگه. چیکار کنی همین زندگی ما همین رقم تیر میشه دیگه. نوچار دیگه همین مسلمانان بعضی کمک میکنن، بعضی چیزی بعضی برنگ میده، بعضی روغن میده، همین چیزی کمک میکنن. اون تو کار خدای دیگه همین تو ببینی چی میشه کنه. خدا گفتم بخیر 3-4 ماه بعد خوب میشه، افغانستان بعد خوب شه. ما با می خوشحالی خواستیم کنه خدا خوب شه. چند ماما جان خونه کرا میدیم یا خود شما نه؟ بسو برار من خودی برا خونم شو 70 دیپو برا خو میدم می. شو 70 ریپه. چند نفر خرج خوریم؟ نو خدا 6 نفر. دیگه هم دستیاره داریم. دارم اینا دیگه نمیفهم کار میکنن یا نه تو بیرون میشن کار میکنن. خواهش شما از برادرای تاجر، از برادرای خیر چیه؟ چی توقع داریم از؟ چقدر دیگه همینه که کمک بریم ما بکنم همینجا همینو بمیش چیزا ری کنن که با ما بدم میدن کمک هم میکنم خیر بینم خدا نکار خیر بده در خیر بکنم فاق باشم خیر خیلی احتیار باشم با خوشیم خدا اون خوشد بنده خدا اون خوشم خداوند کریم جمیع علیستان وفاق بشه در خیری بکنه خدا کاربار شما هم دیشه باشه با نیت شما داریم خدا مستجاب میکنه شما بسا معامله داریم خیر وضعیت شما خوب میشه سفری هم داریم پناه خدا واکن در خیری بکنه ان شاء الله همیشه موفق باشین در خیری و جمیع علیستان زنده باشه. ماما جان یک دوستی برای 5 نفر امی برای شما واسطه چند روزی از عید گذاشته عیدی دادم. همین 700 افغانی خدا واسه به طور توفه همین کار برادری از آلمان رای کردم برای 5 نفر همینا کمک کردم برای شما. او در خیری بکنه خدا خیر قبول کنه ان شاء الله موفق باشین خدا در خیری و شما جمیع اسلام بکنه. تشکر از شما. زنده باشین خیر بینیم ان شاء الله خدا در خیری جمیع اسلام بکنه. سلامت باشین خدای پاک شما را از پریشانی نجات بده. بخیر چی و می چورت هم هستون که یک بیوزانی پیدا شما بستونم خیر. اگه او تو باشه که بیبی ما گردانه و بعد باشه 45 ولی این بلو فاش میشینیم به یک بانگای بگفتم یک بیوزانی پیدا کردم بخیر واکن باشه دیگه. بانگا معاملات نه این بانگا که سرا خونه میده همه بانگا معاملات میشه. بینندای عزیز انال دیگه ما مقبول خودی لالا خش شدیم. گردن بند باشه 45 سال میشه بیبی ما مجرد هم اینا به بانگا معاملات میگم ما اطلاع دادیم که برای ما زن بدم. بیبی مرماییم. هر تا چیزی باشه متا فرغونی هم دارم متا فرغون میکنم. اون با فرغون میاریم؟ نه پند نباید. اگه موضوع چرا موتر گل نمیزنی؟ موتر گل میزنیم گو نه دلیر بشکستون ما شما رو میبینم ماله. درون مر میبینم ما بیرون میبینم. دیگه خب چند پیشکش میدیم چند پیشکش؟ والا همینار میده دیگه. مبارک باشه. اون که به شما نواسی داد به شما. بیشتر نمیدین؟ بیشتر نداریم دیگه. بینندای عزیز ماما میگن که ما همین افساده که دیگه دوستی از آلمان کمک کردن برای چند نفر اینا رو میگم میدیم بیبی خور بدیم به من. خب پس اینجا به خیر خوشی حل مشکل امشب من میرم بزن میگم سبب خبر قال اکر به شما میارم. میشه به خیر چی؟ خوبه 100% به خیر میشه. 100% میگم میشه. خدا این مردم که به خارج هم اگه اینا کمک رای نکردم هرچی موسی. راست میگم. بینندای عزیز میت شوخی کردیم 2 دقیقه به پیش ماما دوستا لطفی بکنیم برادرایی که میفهمیم نیاز دارم برای اینا حتما یک چیز چاره خدا و هر چیزی که توان شما نه کمک کنیم. خدای پاک برای شما 100 بار حوض یور میده. تشکر از شما بینندای عزیز. برنامه باغ سبز ادامه داره. همراه ما باشیم که کجا میریم از کانال هراتبورگ. ان شاء الله افغانستان زودتر خوب شه که مردم هم مسافرها پس بیاین خدا در خیری بکنه. خدا مریضا شفای بده کلا کن که در خیری و شما و جمیع برادرها مردار بیامرزه زنده عمری بده ان شاء الله سال خوبی باشه این بخیر مسلمان ها معتاد نشن
سخت زندگی و مشکل شده. خدا آسانی کنه، خدا قراری کنه، خدا کاربار مسلمان‌ها و جمعی اهل اسلام خوب کنه. ان شاء الله موفق باشن. خدا خود قانون با هم دیگه اطاعت بده. ان شاء الله موفق باشن. و نیت راست به خیر خیریت یار خوشحال باشیم، موفق باشیم. ماما جان سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ با شکر. اسم شریف شما؟ نصر احمد. ماما جان اینجا شیشته ایم. اینجا هم کشتیزی میکنیم. کشتیزی داره با؟ بله. خوب اینجا به تاب پیاده رو باز برادرها دکاندار مزاحم شما نمیشن؟ نه 12 ساله. همین جگه که ما؟ آه. خب ماما جان که اشتن روزی چند بگیر شما میایه؟ از صبح که 20 روپیه. خب ساعت هم تقریبا ما 12 شب 20 روپیه کنیم. خب همین خونه اشتن کرا میدیم از خود شما نه؟ خونه نیه دیگه. خب پر نام 3000 میدیم. بازم خونه خوبی هم نیست 3000 کرا میدیم. آه دیگه چیکار کنیم خب. گزار زندگی میشه؟ نه والا. چند نفر خرج خوریم؟ ما 3 نفر فعلا. خب دیگه دستیاره هم کنه خودش. نه دیگه خود منو. یک بچه دارم که مطب میره. ماما جان خواهش شما از برادرای تاجر، از برادرای خیر چیه؟ چی توقع داره؟ خواهش ما اینا که همین فقرا کمک کنیم. ماما جان همین کار بشماریم. هفتصده. بله. همین کار یک برادر از خیر خوب برای شما برای یک 4-5 نفر دیگه کمک کردم. خدا خیر بده. خدا خار نکنه اونا. زنده باشیم. سلامت باشیم. شما هم با عزت با زنده باشیم، سلامت باشیم. تشکر از شما. بیننده‌های عزیز، ناگزیر این که با شما خداحافظی کنیم. برنامه باغ سبز همیشه ادامه داره. دوستای نازنین کانال هراتبورگ دنبال کنین، سابسکرایب و لایک و شیر یاد شما نره. کسایی که به یک مسکینی کمک میکنیم خدای پاک 1000 بار برای شما کمک میکنه. خدای پاک برای شما عزت بده، خونه آخرت خور جور کنیم. دوستای نازنین پول چیر که دست هرچی که ما و شما پیدا کنیم کار کنیم پول گم میشه، اما یک چیزی باشه که با آخرت یک چیزی داشته باشیم، دست از این مسکینار بگیریم. بعضا برادرها دیدیم که گری داشتم، بعضا برادرها به مو سفید. انا خود شما فکر کنیم، میگه چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. اگه خود شما یا پدر شما یا خود شما مسافید باشیم به سن سالا از اینا بیایم میگم ما از صبح 20 روپیه کار کردیم، نما شما میرم اونا چیزی مایم کار خوبیه. حداقل کمک کنید، خدا واسه هر چی که دست شما میآید به زی برادرها به زی مسکینا کمک کنید که الله پاک کمک کنه برای شما. خب بیننده‌های عزیز، برنامه باغ سبز اینجا به پایان میرسه. تا فردا شب شما به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما. ماما جان تشکر. زنده باشین، سلامت باشین.